روز 31 می در آلمان محاکمه یک پرونده پرسر و صدای شهروندان تاجیکستان به انجام رسید. دادگاه در شهر دیوسلدورف گروه 5 نفری جوانان تاجیک را به عضویت در گروه ممنوع دولت اسلامی و هم در طرحریزی نقشه حمله تروریستی در آلمان عیبدار دانسته آنها را به مهلت‌های گوناگون زندان محکوم کرد. جزئیات این پرونده را همکارم خیرامان بقازاده پیگیری کرده است و حالا خبرهای آخرین مربوط به این دادگاه را خلاصه می‌کند. واقعا هم زرانگیز مرافع دادگاهی بیش از یک ساله 5 شهروند تاجیکستان که سینشان 25 تا 34 ساله می باشد دیروز به انجام رسید و خلاصه های دادگاه آلمانی این است که گناه این جوانان و عضویتشان در گروه ممنوع دولت اسلامی و هم طرحریزی نقشه ترکیش در خاک آلمان یک کشور اروپایی اثبات شده است. دادگاه تنها نام محکوم شده ها را نشر می کند و می گوید سنت الله 26 ساله برای طرحریزی قتل یک منتقد اسلام در غرب آلمان به 9.5 سال، فرهاد شاه 33 ساله به کوشش کشتار سپارشی در آلبانیا به 8.5 سال، محمد علی 34، عزیز جان 29 و کامران 25 ساله برای اشتراک در سازمان جنایی گناهکار و از 3 تا 6 سال محکوم شدند. در شرح جنایت‌های صادر کرده این گروه دادگاه می‌نویسد این نفران در آلمان اعضای یک حلقه گروه دولت اسلامی بودند. این نفران با عقیده‌های افراطی در سر می‌خواستند جهاد و یک مبارزه مسلحانه برپا کنند میگوید دادگاه. در خلاصه‌های دادگاه از جمله آمده است که محکوم شده‌ها از ماه ینور سال 2019 با یک رهبری داعش در افغانستان در تماس اینترنتی بودند و زیر نظر او آمادگی ایدئولوژی گذاشتند. سنت الله به قول دادگاه برای جهاد مسلحانه داعش اسلحه آماده کرده بود ولی کشتار صادر نشد. فرهاد شاه 33 ساله برای قتل فرمایشی نفری در آلبانیا آمادگی میدید تا که برای داعش در سوریه سرمایه جلب کند و بعدا این پولها را به نزدیکان قربانیان در اردوگاه‌های سوریه بدهد. این کشتار هم با سبب شبهه در درست بودن شخصی هدف کشتار صادر نشده است. خب خیرامان، آیا خود محکوم شده ها در دادگاه با این حکم راضی شدند و واکنش های علیه در رابطه با این پرونده در دست هست؟ فعلا ما درباره واکنش محکوم شده ها معلومات نداریم ولی بنا به نوشته دادگاه دوسلدورف قرار دادگاه هنوز حکم نهایی نگرفته است و محکوم شده ها و دادستان حق دارند از بالای آن شکایت کنند. ولی پدر سنت الله امروز به رادیوی آزادی گفت که هرچند درباره حکم پسرش بیخبر است اما در صحبت‌های تلفنی گویا سنت الله با او درباره بیگناهیش گفته است. این ساکن 62 ساله ناحیه مومن‌آباد گفت که هر ماه یک بار با سنت الله صحبت می‌کند. درباره این قضیه مقامات تاجیکستان هم خبر دارند هرچند واکنش آنها نشر نمی‌شود ولی به اطلاع سفارت تاجیکستان از بس که این گروه شهروندان تاجیکستان از آغاز از خدمت رسانی کنسولگری تاجیکستان در آلمان دست کشیدند مطابق قانون‌های آلمان آنها را برای شرکت در مرافعه‌ها و تحقیقات راه ندادند. تشکر. همکارم خیرامان بقازاده بود با تفصیلات حکم 5 شهروند تاجیکستان در آلمان که برای عضویت در گروه ممنوع دولت اسلامی محکوم شدند.